با سلام برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما عزیزان میشود. سالی گلخوجه هستم در خدمتتان و حالا مرور میکنیم به سرخط موضوع امروز 13 اوگوست. رسانه‌های روسی میگویند احتمالاً از ماه آینده روسیه با کشورهای همسود و یا SNG پروازهای دویمی را برقرار میکند. کاتب دولتی مایک پامپئو میگوید آمریکا سرکوب بیرحمانه تظاهرگران را در بلاروس محکوم مینماید. ما به مردم بلاروس نیکی میخواهیم و در همین اساس عمل خواهیم کرد. و با آمدن سال نو خونیش والدین باز هم از مشکلات لباس‌های یگانه مکتبی لب به شکایت می‌کشایند. پدر و مادرای بود که زورشون نرسید به همین فرما. دیگه حقارت کپ آمدن رفتن ایپا گلسن گرفتن مجبورن گرفتن. و همین حالا یک خبری ناخوش رسید. گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی و شاعران شناخته تاجیکستان در 75 سالگی درگذشت. دلپسند پسر شاعر به رادیو آزادی گفت پدرش امروز در بیمارستان جان داد و مراسم دفنش فردا برگزار می شود. گلنظر کلدی شاعر معروف تاجیکستان را هفته گذشته با گمان مبتلا شدن به بیماری کرونا ویروس نو در شفاخانه استقلال بستری کرده بودند. کلدی در گذشته در مجله صدای شرق، نشریه‌های پیوند، ادبیات و صنعت و وحدت به حیث مدیر شعبه و سردبیر کار کرده است. او از سال 2005 تا 2010 وکیل مجلس نمایندگان بود. حکومت روسیه احتمالی از 1 سپتامبر برقرار نمودن پروازها با کشورهای مشترک المنافع یا خود SNG را مطرح دارد. در این باره رسانه‌های روسی با تکیه به انجمن شرکت‌های سیاحی روسیه خبر می‌دهند. حرف سر تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان می‌رود. این دولت‌ها در روی خط قبلی که وزارت نقلیات روسیه برای برقرار نمودن پروازها توصیه داده بود جای داشتند. منابع انجمن شرکت‌های سیاحی روسیه به عنوان سبب‌های امکانی از سرگیری پروازها بهتر شدن وضع کرونا ویروس و از ماه آینده آغاز یافتن تولید صنعتی واکسن ضد ویروسی را نام میبرند. در گذشته نیز کشورهای SNG چندین دفعه میخواستند پروازهای دویمی را برقرار کنند ولی به تأخیر گذاشتند، زیرا تصمیم نهایی وابسته به وضع کووید 19 گرفته می شود. تاجیکستان فعلا تنها با امارات متحده عرب پروازهای دویمی را انجام میدهد. رو میارم به خبرهای دیگر. روز 4 است که با وجود سرکوب بیرحمانه تظاهرگران در بلاروس اعتراضهای خشونتبار در این کشور ادامه دارند. روز 12 اوگوست هزاران نفر در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس به کوچه ها برآمدند و از نتایج انتخاباتی که در آن الکساندر لوکاشنکو پیروز اعلان شد ناراضگی کردند. مقامات انتظامی به مردم تهدید نمودند که در صورت تظاهرات لط و کوب و یا بازداشت میشوند. تاکنون در جریان اعتراضها 2 نفر هلاک شدند. ایالات متحده آمریکا شیوه برگزاری انتخابات در بلاروس و همچنین زورآوری مقامات حفظ حقوق را محکوم نمود. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو در جریان سفرش به جمهوری چک روز 12 اوگوست به پرسش‌های رادیوی آزادی از جمله درباره همین موضوع پاسخ داد. خبرنگار ری فرولونگ نخست از پامپئو پرسید که آمریکا در مقابل مقامات بلاروس چه اقدامی را پیاده خواهد کرد. ما باید این مسئله ها را سر و کار گیریم. طور شما گفتید وضع انتخابات ما را سخت نگران کرده است. انتخاباتی که می توانست آزادتر و منصفانه تر باشد ما را عمیقاً دلسرد نمود. ما قبلا چنین حالت ها را دیده ایم و غمگینیم که واقعه ها به این شکل پیش رفتند. ما زورآوری و عاقبت های آن را می بینیم. ضد تظاهر کنندگان آسایشته از چاره های کار می گیرند که نباید استفاده شوند. ما هنوز تصمیم نگرفته ایم که به این وضع چگونه مناسبت کنیم، اما می توانم یک چیز را بگویم. ما با دوستان خود در اروپا که آزادی را قدر می کنند و همین طور از حوادث نگرانند همکاری خواهیم کرد. ما به مردم بلاروس نیکی می خواهیم و در همین اساس عمل خواهیم کرد. سپس خبرنگاری رادیو آزادی بر روابط ایالات متحده آمریکا و ایران اشاره کرده خاطر نشان نمود که به زودی مهلت تحریم فروش اسلحه به ایران خاتمه می‌یابد. واشنگتن در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد چه تصمیمی را مد نظر گرفته است؟ این بود سوال نوبتی او. خب اینجا چی مهم است؟ من امروز در جمهوری چک هستم. ایران برای اروپا خطری واقعی دارد. ما دیدیم که آنها در اینجا چی معرکه های را انجام می دهند. ما خوف سوءقصد و کشتار را دیدیم.
ما دیدیم که در سراسر اروپا این کارها تفتیش و مجازات شده‌اند. این برای هیچ یکی از کشورهای اروپایی کار عاقلانه نیست که سلاح خریدن ایران را دستگیری کنند. خب ما این خاتمه مهلت را داریم. در 18 اکتبر حکومت پیشینه امریکا این سازشنامه را امضا کرده بود. ما از این پشیمانیم، اما امروز دنیا به اتحاد نیاز دارد. بعداً خبرنگاری رادیو زودی ری فورلونگ با مناسبت‌های آمریکا با روسیه روی آورده گفت مایک پامپئو با وزیر کار خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبرها درباره تقدیم جایزه به طالبان از جانب روسیه را که بعضی نشریه‌های غربی انتشار شد بررسی کرده است. آیا خبرها درباره تقدیم جایزه واقعیت دارند؟ ما هرگز مسئله‌های اکتشافی ایالات متحده آمریکا را شرح نمی‌دهیم. حتی اگر یگان خبرنگار تصمیم گرفته باشد که واقعاً می‌داند که عملاً چی می‌گذرد. آنچه ما گفتیم این است: اگر روس‌ها برای کشتن آمریکایی‌ها یا غربیان کشورهای دیگر پول پیشنهاد می‌کنند، نرخ آن بسیار گران خواهد بود. این چیزی است که من با وزیر کارهای خارجه لاوروف در میان گذاشتم. من می‌دانم که نظامیان ما با رهبران بلندپایه آنها نیز گفتگو کردند. ما چنین چیزی را نمی‌برداریم. ما این را تحمل نخواهیم کرد. شکل پوره صحبت مایک پامپئو با رادیو زودی را میتوانید در وبسایت رادیو زودی بخونید. در ادامه برنامه اخبار آزادی گزارش داریم درباره آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان و یک آوازخوان قزاق که در دوره پاندمی کرونا ویروس داوطلبانه در یکی از شفاخانه‌های قزاقستان وظیفه برادر شفقت را بر عهده گرفته است. حالا باشد به یک آگهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. تا آغاز سال نو خوانیش در تاجیکستان 3 روز دیگر مانده است و نزدیک شدن این سند تشویش والدان را هرچی بیشتر میکند. چند سال اخیر با دستور مقامات والدان باید لباس یگانه مکتبی را از کارخانه‌های وطنی بخرند. هر بار نرخ و صفت لباس‌های استحصال داخلی بحث‌ها را به میان می‌آورد. امسال نیز استثنا نیست. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد که آن را در تقدیم امرالدین علیموف می‌بینیم. ولی رحمتشو امسال فرزندش را به صنف یکم میبرد. میگوید وقتی حجت‌های پسرش را برای قبول به مکتب برد به او دستور دادند که برایش لباس یگانه خریداری کند و گواهنامه‌اش را همراه حجت‌ها به مکتب سپارد. چیزابته برد کو قبولش نمیکنه. حجت‌هاش بافتم برای چی قبول برای پوشاک یگانه. بعد روز دیم روز بچه‌م را یکم گفتم بگی دلارا با پیش ما بردمش با پیش اوکی برای پوشاک یگانه بگی. گفتم معلم جان فرزند ما داره پوشاک یکاش میپوشه کو با ما فرقی نداره برای پیش اپا گلسیم پوشاک یگان کفتن زد. ولی رحمتشو میگوید ارزش لباس یگانه برای خوانندگان 250 سومانی است و در شب و روز پاندمی کرونا ویروس نمیتواند این مبلغ را پیدا کند. مجبور شده است از بالای مکتب به نهادهای حفظی حقوق شکایت برد. شکایت با کارپسیت کاغذ دادم مکتوب کم تا معاون وزیر معارف در خودش ده مکتوب کردم با وزیر معارف یک عریضه در کارپسیت دادم. امروز عریضه دیگه در پروکراتوره. برای چی گفتم با دادی ما کم بغل یک معنی پر رنگ ما کم بغل نه که معلمه با گردن نمیگیره تا فرمت نباشه ما فرزند را قبول نمیکنه. داد ما با کی بگم. اما مسئولان اداره معارف شهر کلاب میگویند خرید لباس یگانه مکتبی مجبوری نیست و تا امروز در این باره شکایت از جانب والدین به آنها نرسیده است. مکتب همه آمادگی کردن گذاشت لباس داره در همه شب روزی که اوضاع وضعیت اثر ناجوره از آن اداره شهر بیستی ببرم از این که بود یک لباس دیگر بگیری. چند سال پیش از مسئولان مکتب‌ها تقاضا شد که رعایت حتمی پوشیدن لباس‌های مکتبی را نظارت کنند. اما والدین میگویند که در این شب و روز دیگر توان خرید لباس به فرزندانشان را ندارند و به آنها لباس‌های برادر و خواهرانشان را میپوشانند. ندارم همونجا بدیم بعضی مسلمانایی بود که همون پدر و مادرایی بود که زورشون نرسید به همین فرما نه که حقارت کبر اومدن رفتن اپا گلیسن گرفتن مجبورن گرفت نه که ما که زورم نرسید نگرفتم.
дастури либосҳои тавсиявӣ ё ягона барои хонандагони мактабҳои миёнаи тоҷикистон дар соли 2007 аз ҷониби вазорати маориф тавсиб шуд. волидайн мегӯянд муассисаҳои таълимӣ ҳам ба онҳо тавсия медиҳад ки аз кадом ширкат барои фарзандонашон либос харанд. طول ماه‌های اخیر بیماری کووید 19 نه تنها نقشه‌های میلیون نفر را در سراسر عالم به هم زد، بلکه به شیوه زندگی اکثریت تاثیر گذاشت. به مثل روزگار قهرمان بعدی گزارش ما که بلندگویک و صحنه را بلدته و خدمت به گرفتاران کرونا ویروس عوض کرده است. جوان قزاق میگوید هرچند بعضاً به مثل قبل مجال سرود خواندن را ندارد، ولی خوشبین است که روز صدای او از منبرهای بلند طنین میاندازد. گزارش تلویزیونی نسته شیوریم را از میرزانبی خالقزاد میشنوه. بختیبک امیرخان آوازخوان از المعطا است. تا خروج کرونا ویروس او در توی طربخانه ها سرودخوانی میکرد، اما پاندمی زندگی او را کاملا دیگر کرد. او اکنون در صف پیش مبارزه با کرونا ویروس قرار دارد. در لباس مخصوص محافظتی نفس کشیدن مشکل است. گرسنه و تشنه می شوید. آب نوشیدن می خواهید. هنگام تازه کردن حجره ها سرودی دیمش را می خوانم. و پیران سالان، بیبی ها و باباها، زنان و حتی مردان این پسند است. بختیبک ولنتیر است. در اول او به نیازمندان موادهای غذایی میرساند و کمک میکرد، ولی در ماه می به بیمارخانه سرایتی آمد و اختیاراً در اینجا به بیماران و پزشکان یاری میرساند. در اینجا الکی سنجیدن میزان قند و خون را آموختم. فشار را میتوانم بسنجم. هنگام کار در اینجا همه چی را آموختن ممکن. تا این زمان من بار لطه فرشویی را در دست نگرفته بودم. والدان و برادرانش را بختیبک 6 ماه باز ندیده است. میگوید برای ایجاد ترانه و موسیقی هم وقت ندارد. برای ایجاد یک آهنگ خوب او باید نیرو و طبع خوب داشته باشد. حجره ها در بیمارخانه همه پر و کارمندان طبی کم بودند. ماشین های یاری تجلی پی هم بیمار می آوردند. جای نبود. بیمار را آنجا خوابانده می خواستیم. امکان نبود. جای دیگری هم نبود که جای کنیم. جسدها را به سردخانه می بردند. همه در وضعیتی بد قرار داشتند. بختیبک همه کاری را که پزشکان از او میخواهند انجام میدهد. بیماران را تازه و نگاهبین میکند. شعبه را تمیز میکند. من به یک شخص سخت وابسته شدم. برایش خوراک می آوردم، ولی اون نمیخورد. یک روز نیم ساعت با او نشسته به دالان برآمدم. شب بود. ساعت تقریبا 3 شب. ناگاه از حجره یک صدا آمد. و کارمند دیگری بیمارخانه به نزد او دویدیم. به حجره 9 وارد شدیم و دیدم که او در روی زمین خواب است. 2 نفر نتوانستیم او را از جای برداریم. پزشک آمد و دل او را سنجید و گفت باید او را نرسیم. من به دکتر نگاه کردم. ما فقط چشمان همدیگر را می دیدیم. بختیبک آرزو دارد که در آزمون‌های جهانی وکلی شرکت کند و مکتب موسیقی خود را تأسیس دهد، اما حالا برای او مهم کمک به بیماران و پزشکان است. و یک سازمان معتبر عمومی حقوق از حکومت قرقیزستان خواست بامرود عبداللهیف خبرنگار ازبک را به تاشکند استرداد نکند. او را روز 9 آگوست با درخواست مقامات ازبکستان در بیشکک دستگیر کردند. دیدبان حقوق بشر روز 12 آگوست با نشر یک بیانیه رسمی گفت حکومت قرقیزستان باید خبرنگار را آزاد کند، زیرا در صورت بازپس فرستادن عبداللهیف به ازبکستان به او خطر شکنجه تهدید میکند. بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. خبرهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید در سامانه ما زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. یادتان نرود عزیزان که فردا صبح بر وقت من همه شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظر میمونم. تا آن وقت خدا نگهدارتان.